از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چی بود؟ و کجا میروم آخر؟ ننمای وطنم. ماندم سخت عجب کس چی سبب ساخت مرا، یا چی بوده است مراد وی از این ساختنم. جان که از عالمی علوی است یقین میدانم، رخت خویش باز برانم که همانجا فگنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالمی خاک، چند روز قفسی ساختند از بدنم. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بری دوست، به هوای سری کویش پر و بال بزنم. یا مرا بر در خمخانه آن شاه برید که خمار من از آنجاست، از آنجا شکنم. کیست در گوش که او می شنود آوازم؟ کیست در گوش که او می شنود آوازم؟ یا کلام است سخن می نهد در دهنم؟ کیست در دیده که از دیده برون می نگرد؟ یا چی جان است نگویی که منش پیرهنم؟ گر به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی، یک دم آرام نگیرم نفسی دم نزنم. می وصلم بکشان تا در زندان ابد، از سری عربده مستانه به هم در شکنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. شمس تبریز اگر روی به من ننمایی، والله این قالب مردار به هم در شکنم. به قول خودشان به عروسی رسیدن، یعنی عرس، یعنی که پیوند به لطف الهی شدن، اون پیوند عروسی می داشتن. به اون معنی این البته ازدواج نیست، این به اون معنی است که از عالم فانی رفتن به عالم علوی و خاط این چی است؟ یک نوع عروسی است و حتی صفت هم دارد که حضرت میگن مثل این است که یک عروس از خانه پدر با چشم گریان اما با دل شادان بیرون می رود. همه انسان هم که از این دنیای فانی به امید اون رسالت ازلیش یعنی به دنیای عقبی می رود، همه حالت با خود دارد. و یک چیز دیگر می خواهم از فرصت استفاده برم. استاد بازار صابر یک شعر دارن و افتخار از آن دارن که روزی در گذشت حضرت اقبال من به دنیا آمدم. میخیله و عجیب این است که امروز عرس مولانا است، پیغمبر عشق، و امروز روز مولود یکی از شعرهای درخشان نظم فارسی استاد گلرخسار است. میخواستم باید را یادآور میشوم جایز است که خود مولانا میگوید مرگ ما هست عروسی ابد، سیر آن چیز هو الله احد. و افتخار زیاد حضرت مولانا اصلا شخصیت استثنایی پیش از همه. من درباره علمونی که هنر بالای اون کس و این نقشی که در ادبیات گذاشتن در ادب فارسی، عموما بعد مولانا کسانی که محققند و از رشته ادبیات وقوف دارن میدونن که قریب شاعری نیست که از مولانا تأثیر در او نباشد. برای چه؟ باری از در یک صحبت با استاد مومن قناعت گفتم که همیش
چی است که شعر گذشته امروز نمیتواند مثلا شعر گذشته فرا بگیرد یا ماننده داشته باشد؟ گفتم که این یک سبب است. ما در همون 4 عنصر درمانده ایم. تا روزی که از 4 عنصر بیرون نمیره ما هیچ وقت با اون مولانای مثلا بزرگوار رسیدن. واقعا شعر جان از ما شعر ماده است، از ایشان شعر جان است. البته شعر جان افضلیت دارد. خوب این یک نوع سرسخن بود. میخواستم که یعنی که بزم ما به قول بزم ربانی ما یکی از خوانندگان بزرگ عموما از نظر من از خوانندگان بزرگ شهر استاد از عاشقان مولانا که بسیاری از غزلهای ناب ایشان سرود کردن با استاد دولتمند خالص وارد و پس بریم تا آن دمه که استاد آمادگی میگیرم من هم عرض سپاس میکنم از حضور یکایک استادان، دانشمندان، دانشجویان و همچنین مهمانان بسیار ارجمند و گرامی از افغانستان اینجا شرکت دارند و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان با سروری آقای محمد ظریف اسیر مهمانان بسیار ارجمند شرکت دارند. حضورشان را گرامی می‌داریم. خب استاد دولتمند، من فکر میکنم که ترانه‌های بسیار جذابی را از مولانای بزرگوار با آهنگ‌هایی که بسیار متناسب است با افکار و با آن پروازهای تخیلی مولانا بسیار زیبا و بسیار مناسب و موافق یعنی که آهنگ بستند و نه اینکه در تاجیکستان بلکه در جهان با این ترانه‌ها هم شهرت تاجیکستان را بلند کردند، پرچم افتخار و شرف هنر و صنعت تاجیکستان را پرافشانی کردند در امریکا و در اروپا و در ژاپن و در بسیار کشورهای دنیا. مولانا میگوید که آواز تو را طبع دل ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو چون نای شکرخا بادا. استاد دولتمند خواب دهار در جهان دور مشهد یا نگار در برد دور مشهد منم خانه منم دام منم دانه منم عاقل دیوانه منم دور مشهد میر منم پیر منم بس
بی منم دور مشو دور مشو شمسی شکر از منم شمسی شکر از منم مفعل تبریز منم خنجر خونریز منم دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو Yafsane şirin
این آینه نور کی بوده است؟ کی بوده است که از آب رخش چشمه خورشید نموده است؟ ما را همه این دیده حیران ز قفایش با شوق و خطابی که کی بوده است؟ کی بوده است؟ انا کی بودن از معیار میکنه مؤلف این سطرها و اینجا دعوت میکنیم استاد بزرگ اسکر حکیمه. مرحمت.
دوستان عزیز، مولانا و شمس تبریزی واقعا اعجوبه بشریت هستند و صحبت اولین اینها همچنانی که می نویسند سال 1244 در 31 سالگی مولانای بلخی رخ داده است و روایت های گوناگون آورده می شود از این صحبت. شاید برای جانها جالب باشد. من با دو سخن خب این روایت ها را می گویم که چگونه واقع شده است. یکمش این است که گویا مولانا در لب جویبار نشسته کتاب میخوام و از اونجا شمس در گذر می شود و همه کتاب ها را میگیرد و به جویبار می اندازد. مولانا خشمگین می شود، میگه این چه کاری که تو کردی؟ این کتاب ها برای من کتاب های بسیار عزیز بودند، بسیار کتاب های گرانبها بودند از نظر معنویت. میگه تو با چه کار مشغول هستی در اینجا؟ شمس میپرسد از مولانا. میگه ما اینجا با علم قال و قیل مشغول هستیم، قیل و قال. و در زمان شمس کار میکند که حرکتی میکند که همه این کتاب ها به دستش برمیگردند و اونها رو به مولانا میدهد که مولانا در عجب میشود که چطور این کتاب ها از درون جویبار باز به دست شمس آمد و میپرسد این چی علمی بود که چی کاری بود که تو کردی؟ و میگه ما با علم حال مشغول هستیم. این علم حال میگویم. این یک روایت است. روایت دوم هم برای جوانها شاید جالب باشد. مولانا شخصیتی بسیار هم معروف زمانشان بودند و سوار اسب از پسشان مریدای بسیاری از بازار گذر میکردند و شمس که آوازه مولانا را شنیده بود به اون شهر آمده بود که ببیند و با مولانا هم صحبت شود و می آید از جلوی اسب مولانا می دارد و می گوید که مولانای محترم خب دانای زمان، عالم بی‌نظیر، من از شما یک سوال دارم. و مولانا از اون جرأت و یک اندازه چی میگویم بکنم درشت رفتاری که آمده لجام اسب را داشته بودن عصبانی شده بود و میبیند اول خاموش میماند. شمس گشته رفتنی میشود که میگوید برگرد سوالات ده. برمیگردد شمس و میگوید مولانا بگوی که بایزدی بستانی بزرگ است یا اینکه پیغمبر خداوند حضرت محمد. از این سوالی که نهایت در اون زمان گفتنش دهشتناک بود و چطور توانست شمس با جرأت با جرأت این سوال دهد. مولانا اول میگه اول عصبانی میشود و بعد میگوید که چه نسبت است بایزید را با پیغمبر خدا؟ او یک صوفی است و این پیغمبر خداست. شمس میگوید خوب فکر کن چرا در اون حالت بایزید میگوید که من خداوند را با اون درجه شناختم که همه خوب وجود من از خداوند پر شد و خداوند در زیر خرقه من است، در زیر لباس من است، در زیر جامعه من است. اما پیغمبر حضرت محمد میگوید که من اونقدر در شناختنی خدا خوب بله زحمت کشیدم که تا این روز با اون درجه‌ای که ضرور است نشناختم. و از این سؤال واقعا مولانا درک میکند که در برابر او شخص عادی نیست، کسی است که از چیزی بسیار هم غیبی آگاه است و میگوید مولانا که
ظرفیت هر کس به قدر خودی اوست و از بس که ظرفیت بایزید کمتر بود، او با یک پیاله سرشار شد و تصور کرد، گمان کرد که خدا در او تماما جا شده است. عشق به مانند دریاست، هر کس عشق به مانند دریاست، هر کس با قوت و تواناییش از اون بر می دارد و از بس که حضرت پیغمبر نهایت بزرگ است و هرچند دریا را هم در کنار گرفته باشد، نوشیده باشد، هم باز خودش را تشنه احساس میکند. بنابر همین میگوید سخن حضرت پیغمبر بلندتر است و مقامش هم از بایزید بلندتر است. و همچنانی که در روایت واقع می شود، گویا بعد از این جواب مولانا شمس از خود می رود و بیهوش می شود و می افتد و دوستی آنها، شناسایی آنها از روی روایت ها، از روی همین دو واخوری صورت می گیرد که واقعا در تاریخ بشریت اسرارانگیز است. و همچنانی که در اینجا دوستان گفتن، شاعر دیوانی به مانند دیوان شمس وجود ندارد و شاعری نتوانسته است که در حالت سما اینقدر غزلها را گوید. این یک اسرار است. بنابر همین ما همه نه تنها در این زمانهای آینده هم با شیفتگی، با محبت، با تحیر و عشق و صمیمیتی بی اندازه به اشعار مولانا و همچنین به شخصیت او احترام میگذاریم و عشق می‌ورزیم. حالا دوستان عزیز، من یک غزل بسیار هم ناپیرایه‌ای که در اینجا دوستان دو بیتش خواندن برایتان میخوانم که بنده کوشیدم همون واخره، همون صحبت شمس را با مولانا، خب همون لحظه را در شعر یک اندازه باشد هم تصویر کنم. این آینه نور که بوده است، که بوده است، که از آب رخش چشمه خورشید نموده است. این که گذشتن زبری ما و خاموشی، خاموش که خاموشی او اصلی سرود است. در غنچه لبهاش اگر بوی بیان نیست، شهر خبری تازه عشق از که شنوده است. خوش می رود و رفتنی او نیست ودای او را که به هر مقدم پدرود درود است. او مسجد و دیر و کنشت نشناسد، اما همه افتاده به پایش به سجود است. گر دست سخا مایه ناز است بشر را، این اوست که اعضای وجودش همه جود است. این بنده خدایا چه خدایی است که بندهش بودایی و ترسا و مسلمان و یهود است. یک بار که بر بام فلک رفت، دیگر رفت آیین جهان، گرچه فراز است و فرود است. آن است که از روز ازل نیست سقوطش، راهی که کند عزم صعود است و صعود است. ما را همه این دیده حیران ز قفایش با شوق و خطابی که بوده است، که بوده است. بعد از مولانا قریب اکثر شاعران موفق ما یعنی شاده خورده از آثار او هستند. زیر و قول تحت شعای هم اسلوبی و هم خصوصا آهنگ شعر مولانا قرار گرفتند. یک دوره بینید وقتی درباره اسلوب ها سخن می‌رود در سبک هندی از حساب ارسال مثل آوردن تا جای این غزل اندک گنگن میشود، یعنی گرفته میشود. لیکن نفرهای هستند در همین سبکی گرویدن به آهنگی آثار مولانا مثل صاحب
و اونا شعرهای بسیار روان و بسیار گیرا روی کار آوردن. گاها بین این سبکا میبینه در حیرت خصوصا در همین سایه بینه چگونه مثلا هم آهنگی که از استاد خواننده یک آهنگ مخصوص است، یک آهنگ مولانایی میتونه شود گفتن. مثلا همون در سایه مثلا هست نمونه هایی که واقعا دیگر باور نمیکنه این سبک هندی باشد. آن محلقا برآمد از خانه می کشیدن، مایل به افتادن چون میوه رسیدن. این دیگر تمام سبک دیگر است، سبک مولانایی است و یعنی که تأثیری مثبت رسانده است مولانا، هم روحانیت مولانا و هم سبک خصوصا آهنگ شعری مولانا. اون چیزی که حاضر ما دیدیم ادبیات ما هم پر است، نمونه‌های بسیار بارز است در شعر امروز ما که از این سبک یعنی که بهره بردن. خوب مرا برای دلیل از یک خواهر بسیار زیبایمان محرمه قادر که اینجا شرکت دارد خواهش میکنیم که یک غزل مولانای بزرگوار را برای ما قرائت کنند. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کس کو دور ماند از اصل و خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیت نالان شدم، من به هر جمعیت نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اصرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. پیشه مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی استاد عبادالله مشرب را روی صحنه می‌خوانند. بشنو از من چون حکایت میکنم، از مزار او روایت میکنم. منزلی او را درخشان یافتم، در میان جمع یاران یافتم. در بری او مکتبی او را بلد، می درخشد مرقدی سلطان ولد. همسری او مادری سلطان ولد، گوهری لالا سمرقندی ابد. او به فرزند و پدر بس مهربان، بوده در بالای سرشان سایبان. روح شمس الدین تبریزی همچو مولاناست شوری عالم. شیخ ترمیز آن یک وارسته، وان حسام الدین به خط وابسته. جمله یاران گردی او پرداختند، قبه خضرا منور ساختند. هر کسی کو بر زیارتگه رسید، یک قدم از خاک تا بر مه رسید. من به حال خویشتن سرگشته، یا به اصلی خویشتن برگشته. ای که بوی برده از مثنوی، نامه در جان از نیستانش روی. کوزه کوزه اشک ریزی از وصال، غرق قیل و قال اندر ذوق و حال. خویشتن را آن کسی مالک بود، بر تن و بر جان خود
خویشتن را آن کس سالک بود، بر تن و بر جان خود مالک بود. تن رسد چون بر مزار پاک او، جان برافزاید ز فیض خاک او. باد نه آتش بود آوای وی، وای من ای وای تو، ای وای وی. ما چی دور افتاده ایم از اصل خویش، ماندن در آرزوی وصل خویش. آرزو را آرزو مستور نیست، آرزو را جز عمل دستور نیست. روحی مولانا بگیرد دست جان، جان شود مستان مست جان. سالک آید زیارت این مزار، راز گوید همچنان چندان هزار. نیک دریابد که خوش گفت آن عزیز، که از زبانش این سخن شد شهدریز. مثنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. بحرها در کوزه گنجانده، چکره جانها بس جوشانده. آه ای انجیل و تورات و زبور، آه قرآن در جهانی دیر و دور. داده مستانه ما را جامها، برده مستانه ما را بامها. ای مقامی تو کیو مرسی ادب، جاویدان در باغ فردوسی قدم. تشکر. حاضر من برایتون یک غزل مولانا را که قبل از درگذشتش نوشته بود میخونم.
مرا وصال ملاقات آن زمان باشد. مگو ویدا ویدا کی گو پرده جمعیتی جنان باشد. مرا بگو سپردی مگو ویدا ویدا کی گو پرده جمعیتی جنان باشد. زمین که نروز چرا بدانه ای انسانت این گمان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نروز چرا بدانه ای انسانت این گمان باشد. تو را چنان بنمایم که من به خاک شدم و زیر پای من این هفت آسمان باشد. یک از شبکه‌های جهانی خوانده بودم، یک عالم بسیار معروفی. خب فیروزان آمدن. من این ایوان نه تو را نمیدانم، من این نقاش جادو را نمیدانم. همه گیرد گریبانم، همه دارد پریشانم، من این خوشخوی بدخو را نمیدانم. مرا گوید، مرا هر سو، تو استادی بیا این سو، که من این سوی به سو را نمیدانم. چو طفل گم شدستم من میانی کوی و بازاره، که این بازار و این کو را نمیدانم. مرا سیلاب بربوده، مرا جویای جو کرده، که این سیلاب و این جو را
نمیدانم ز دست و بازوی قدرت به هر دم تیر میپرد که من این دست و بازو را نمیدانم زمین چون زن فلک چون شو خورد فرزند چون گربه من این زن را این شو را نمیدانم یکی شعر همه بینم جهان پیشش گله آهو که من این شعر و آهو را نمیدانم تو گویی شش جهت منگر و سوی به سوی برپر بیا این سو که من آن سو را نمیدانم مرا گوید یکی مشفیق بدت گویند بدگویان نکوگو را و بدگو را نمیدانم برو ای شب ز پیش من مپیچان زلف و گیسو را که جز آن جعد مشکو را نمیدانم بیا ای شمس تبریزی مکن سنگین دلی با من که بی تو سنگ و لولو را نمیدانم یک نفر اینجا حضور دارن که هم اهل شعر و هم اهل خواننده شاعر هنرمندند. استاد علی اکبر عبدالله. ما میخوایم که یک سرود برای شما اهدا.
تشکری میکنم که در برنامه عرس مولانای بزرگ مرا دعوت کردین و یک آهنگ که از شعرهای زیبای مولانای بزرگ تهیه شده بشنو از نی چون حکایت میکند خدمت شما تقدیم میکنم. تشکر. از اصل
از جدایی عاشقانت می‌کنم. ای نوای جاودان، ای نوای جاودان، ای نوای کمال کرم شما می‌دانست. یا حضرت مولانا داننده ترین دانا، در سنگ چو در مینا بیننده ترین بینا، در هفت سپهر دل ای محور مهر دل، دل داده ترین عاشق، آزاده ترین عاشق، تو یار خدا هستی، در عشق خدا مستی، وارفته دنیای وارسته عقبای، تو در همه مایی، تو زمزمه مایی. حضرت شیدای ما مولای ما، ای جلای از جلا اولای ما، ای نشاط جاودان مولای روم، ای عزیزی دو جهان مولای روم. تاجیک و ترک و عرب شیدای تو، راز پنهانی است در پیدای تو، سینه مهر تو پاک از کینه بود، با همه آیین دلت آیین نبود. این زمان از هفت اقصای زمین اهل ایمان بر زبان آرد چنین، حضرتا ای پارسای پاک بین، مرشدی در آب و خاک افلاک بین، با زبان کبریا گویا شدی، در زمین هفت آسمان جویا شدی. کن زمین دوار و کیهان داور است، عشق حق در دل حقیقت پرور است. ای نشان از بلخ و بخشان منی، ای نشان از بلخ و بخشان منی، ریشه پیوندی دل و جان منی. ما همه از گرد دامان تویم، خوشچینی فیض ایمان تویم. سوز عالمگیر تو دمساز ماست، ساز عالمگیر تو همراز ماست. از پی تو راه پویان آمدیم و از نی تو راز جویان آمدیم. سرفراز از کار و کردار تویم، بهره‌ور از جمع آثار تویم. ای عزیزی حق تلاش و حق پرست، جاودان روحی بزرگت بی شکست. در هنر یا مولوی رخشیده‌ای، مثنوی معنوی بخشیده‌ای. این اثر در مغز و جان ما شده، پند هم امروز و هم فردا شده. در دل ما آتشی تو زنده است، آیه های بیغشی تو زنده است. در خیال ما نیایش های تو، در زبان ما ستایش های تو. ای چی گویم من که دانا آمدی، بر سری منبر توانا آمدی. حضرتا در دیده و دل جای تو، شرق و غرب آید به هم از رای تو. مهر شمس آن پیر با تدبیر تو، مانده اندر نظم عالم گیری تو. آرزوی آدمی زاد ای حبیب، خوش به عالم
عالمی زاد. ای حبیب، ای حکیم، ای مردی ره، ای رهنما، دامنت از دست نگذاریم ما. از پی تو راه پویان آمدیم و از نی تو راز جویان آمدیم. مدت دوریم اگر از اصل خویش، با تو می پوییم راهی وصل خویش. ای حیات جاودان مولای روم، ای عزیزی دو جهان مولای روم. خواهش میکنم لطیفه بانو، لطیفه عبدالمنان. زهی عشق که ما راست خدایا، چه نبض است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم و چه گرمیم از این عشق چه خورشید، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی ماه زهی باده همراه، که جان را و جهان را بیاراست خدایا. زهی شور که انگیخت عالم، زهی کار زهی بار که برپاست خدایا. فرو ریخت شهنشاه سواران، زهی گرد که برخاست خدایا. فتادیم بدانسان که نخیزیم، ندانیم چه غوغاست خدایا. زهر کوی یکی دود دگرگون، دیگر بار چه غوغاست خدایا. ندامیست نه زنجیر همه بسته چراییم، چه بند است چه زنجیر که برپاست خدایا. چه نقشیست در این تابه دلها، غریب است زیبالاست خدایا. خموشی که تا فاش نگرده، که اغیار گرفته است چپ و راست خدایا. ممنون شما. باز خواهر زیبای ما شکرما عبدالسلام رو هم همچنین میخواد از آثار مولانا برای ما شعر خواند. خواهش میکنم. و هم نگینه بانو خواهر دیگری ما باز نگینه بانو بابای من. به لطف و حسن تو کس را ندیدم، ز هجران و غریبی بازگشتم. دیگر باره بدین دولت رسیدم، ز هجر روی تو تا دور گشتم. نه گل دیدم نه یک میوه بچیدم. چی گویم مرده بودم بی تو مطلق. خدا از نو دیگر بار آفریدم. بهیل تا دست و پایت را ببوسم. بده ایدانه امروز است ایدم. تو را ای یوسفی مصر ارمغانی، چنین آینه روشن خریدم. زه عشق کی ما راست خدایا. چه نغز است چه دوز است چه زیباست خدایا. چه گرمیم از این عشق چه خورشید، چه پنهان چه پیداست خدایا. زهی باده همراه، که جان را و جهان را که زیباست خدایا.
و خورشید لبازه که خوشتیف کشیدن. عزیزان بیاین اونایی که شعر و سرود خواندن بیاین در روی استیج که توفایشان تقدیم شود. سلامت باشین. تشکر. با عرض سلام، لطفه عبدالمنان هستم. ما امروز به تالار اتفاق نویسندگان تاجیک جمع آمدیم و امروز یک جشنواره و یک جمع آمد برگزار شد آید مولانا جلال‌الدین رومی و در اینجا حضور داشتند دانشجویان، آموزگاران و شاعران و در این برنامه سخنها گفته شد راجع به زندگی نامه مولانا و همچنین از شعرهای ایشان سخنها گفته شد و قرائت شدند. همایشی که امروز در تالار اتحادیه نویسندگان تاجیکستان با مناسبت روزی مولانا برگزار شد، همایشی خیلی خوبی بود. در این تالار، در این بزم شعر مولانا، نمایندگان تاجیکستان، فرهنگیان تاجیکستان، نمایندگان از کشورهای افغانستان و ایران شرکت داشتند. شاعران، نویسندگان، خبرنگاران، همچنین نمایندگان اهل جامعه فرهنگی تاجیکستان در این مراسم شرکت داشتند و در اینجا سخنهای خوب، قرائت شعر و همچنین سرود و ترانه ها با بیننده ها پیشنهاد شد و مهمش این بود که شعرهای زیاد درباره موقع و جایگاه مولانا سخن گفته شد. شعرا از تاریخ زندگی مولانا صحبت کردند. در این باره نمونه های بسیاری از شعرهای مولانا با هواداران قرائت شد. هنرمندان همچنین از ایجادیات، از اشعار مولانای بلخی که از آنها سرود ساخته بودند، این سرودها با بیننده ها پیشنهاد شد و بزم خوب و گوارای بود. امروز در این همایش کتاب نوی که در تاجیکستان با دو خط سیریلیک و فارسی
چاپ شده است با نام مقام مولانا از نگاه شعرا در اینجا معرفی شد و برای خواننده ها توضیح شد که یک اقدام خوب از جانب سازمان دهندگان این همایش بود و همچنین مردم از کتابخانه استاد خلیل الله خلیلی در شهر دوشنبه، استاد رنجبر و رومان تاجیکی در تشکیل این مراسم حصه خیلی ارزنده گذاشتند و جوانان و خواننده های تاجیک را بار دیگر با زندگی و اشعار مولانا بلخی آشنا کردند. بسیار تشکر میگویند و اظهار منتداری بیان میکنند.